با ادامه روند بازداشت و اخراج مهاجران، دومای دولتی روسیه قانونی را قبول کرد که راندن مهاجران غیرقانونی از این کشورها بسیار آسان میکند. قانونی که روز 23 ایول قبول شد به مأمور پلیس اجازه میدهد به حکم دادگاه و در مدت 2 شبانه روز مهاجران از روسیه بیرون کنند. ویاچسلاو володин رئیس دومای دولتی در کانالش در تلگرام نوشته است شیوه نوی اخراج نسبت به مهاجران استفاده می شود که سندهایشان اعتبار ندارد یا قانون شکنی کردند. با قول володin مهاجرانی که قانونها را رعایت نمی کنند یا از حق حضور در روسیه محروم شدند نباید در این کشور زندگی کنند. بر اساس تغییرات نو در قانون نام مهاجران قانون شکن را به فهرست مخصوص وارد می سازند و مهاجران خودشان باید از جای اقامتشان به پلیس خبر دهند. آنهایی که نامشان در فهرست شامل می شود نمی توانند خانه یا ماشین بخرند، قرض بگیرند، با کسی عقد نکاح بندند و آزادانه در روسیه حرکت کنند. مهاجرانی که به تکرار قانون شکنی کردند از این پس به قرار دادگاه و در مدت کوتاه از روسیه اخراج می شوند. کسانی را باید راند که قانونهای ما را زیر پا می کنند. کسانی را راه ندهید که زبان را نمی دانند، رسم و رسوم و فرهنگ ما را احترام نمی کنند. با نظرداشت همینها باید همه را به ترتیب درآورد و قرار قبول کرد. بعد همه چی خوب می شود. بازداشت و راندن مهاجران از روسیه بعد حمله مرگبار تروریستی به تالار کنسرت کراکوس در مسکو در ماه مارت امسال زیادتر شد که مقامات روسیه اساساً مهاجران تاجیک را به آن متهم می‌کنند. حامیان حقوق میگویند سبب دیگر مشکلات افزاینده روسیه بنابر جنگ در اوکراین است و مقامات می‌خواهند هرچی بیشتر با داغ نشان دادن مسئله مهاجران افکار جامعه را از جنگ اوکراین به دیگر طرف بکشند.